ردیفین؟ میریم شروع کنیم پارت 6 رو ببینیم امروز چی کار میکنیم، چه داستان ها و چه اتفاقاتی رو میخوایم پشت سر بذاریم. اگه این سبک رو دوست دارین، اگه دوست دارین همین اندازه 1 ساعته باشه ویدیوها، تو کامنت ها بنویسید. اگه دوست دارین بیشتر باشه، هر جوری که دوست دارین برام بنویسین و راهنمایی کنین تا همون جوری که شما دوست دارین براتون ویدیو بسازم. بریم برای پارت 6 و اتفاقات این پارت. رسیدیم به اونجا که اینا اومدن اینجا هم دیگر دیدن تا بعد برسیم به اون مدرسه که اینجا بود. این دایره، این ها نقشه رو رفتیم ها. آره باز از این مدرسه هم بریم خونه این پسره که اوله. بسم الله خیلی اومدن. کسی نیست. دکترها داریم. مسیرش باز شد. همه جا رو بگردین دیگه، موقعی که خودتون بازی میکنین همه جا رو بگردین، چیزایی به درد بخورش رو پیدا کنید. اینجوری اوه 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 این کجای دلم بذارم. آقا برو برش کن خیالشو نفس. اوه اوه نمیشه. خب این بگونم بالا را داره، این برم هست. اول اینو بریم ببینیم چیه. میتونیم چیزی برداریم پیدا کنیم. چیه واسه یه فستیوالی. خب میشه این اسکولا ببینیم اینا چی میگه. やめないよ。柊君がしっかりと現実を見るまでやめない。だからやめてくれ。俺はなら言ってあげる。ひな子はね、死んだんだよ。ひな子は向こうの世界で楽しくやっているんだから。相棒、遅かったな。さあ行こうぜ。 این هم هی داره مخ اون پسره رو میزنه که آقا این بهش کن بمیره. آخرش هم فکر کنم هر چی هستی سر همینه. اصلا حس خوبی ندارم نسبت بهش. مثلا فکر کنم همه شما همینطوریه. 鍵がかかってる。昔はなかったのに。鍵は学校にあるはずだ。ちょっと休憩しようよ。can we take a break? میتونیم یکم استراحت کنیم. ببینیم چی در انتظارمونه اینجا. هیجان زده شدم.相棒も疲れただろう。休んでてくれ。俺は鍵を探してくる。分かった。え、柊君が一緒じゃないと嫌だよ。心細いよ。お願い、一緒にいてね。別に俺が一緒じゃなくても。相棒も少し休め。鍵は私が探す。そうだよ。柊君はずっと戦闘で頑張ってたんだから、後からついてくるだけで。میتونم استراحت کنم و با من بمونی. بدو بدو میریم چه فقط بش. 私は気にしない。二人とも休んでてくれ。行ってくる。 شما بشینید نگران نباش. یه جورایی رید بهش بود. 卒業以来だな。 در تو داره دیگه. میگه اکسپلور. بگرد اینجا رو دیگه. چی هست اینجا نمیدونم.
خب اون دوتا رفتیم که قرمز زد. اون دوتا هم که اونجا واسن لامپ میتره کنن، اون هم که بسته است که بره بیرون. خب ما باید بریم حالا این برا رو بگردیم ببینیم چیزی پیدا میکنیم و تا هم از اینجا باید بریم و اینجا رو باز کنیم دوباره نقشه دیگه. به به. キーボックスが開かない。 این هم کلید میخواد. میگه رئیس این هفته که مسئوله. بعد میگه که کویدو مویدو رو مواظب باشین که وقتی اینو رفتن بسته مسته باشه. خب اینم قفله. بعد اینجا 1000 تا دره دیگه. کلید پیدا کنیم از اینجا. اوه. اینو چجوری پیدا کنیم؟ پیدا میکن. کجایی؟ تو شانس خودتو داشتی. کجایی؟ فاندی رو پیدات کردم. همین. آها. همون که قفله. کجاییم؟ چکش خورد. چکش خورد. در کل چیز خاصی که اینجاها نبود. وای بابا این هم رو باید اب نداره. هرپین اینو برمیداری میری اونو باز میکنی، اون همونی که میدونی رو. بعد اونجا احتمالاً کلیده که میری اینو باز میکنی. خب تموم شد؟ بله. اینجا نه ببین شما اینو اوفه اینا رو چیکار کنم؟ キーボックスが開かない。鍵がいる。 این باز نشد با اون. با این شد آفرین. این بود. این الان سکند فلور استرکی. این مال بالاه. آره دیگه مال بالاه. باز نمیشه. الان میخوایم بریم بالا. داستان هایی. این واسه این طبقه نیست، همون طبقه که اون از بالا اومدیم قفل بود. واسه بریم ببینیم اول. آره. اوی دادا سر صدایی میاد.
مالورینگو چرت و پرت. خب برسیم به اون پازل. Something must be off. 間違えたか。 اوه داستانم. خب بریم پیدا کنیم اصلا داستانش چیه دیگه. بریم برای پازل. گفته یه روزی که سویت اند تارت فروت، میوه ترش و شیرین، ترش و شیرین روی کیک. حالا بریم ببینیم که این چی داریم. آها اون میوه های ترش و شیرین روی کیک بود، بعد همونا رو فقط باز میکردی، بقیه کدو مدو بادنجان اینا رو نباید باز میکردی. ببینیم دقیقاً چی میگه. میگه میتونم تصور کنم که چطور به آرامی صفحات قلبمون رو ورق میزنه و در مورد تمام جزئیات کوچک و پیچ پا افتاده زندگی روزمرهمون صحبت میکنیم. خب پس میشه اینجا صفحات رو ورق زدن. با پر کردن دفتر خاطراتمون میشه دفتر خاطرات. میگه پس از دیگه افکارمون میدونیم که میتونیم به شروع تازه داشته باشیم. یه صفحه خالی. خب صفحه خالی دفتر خاطرات با میشه گفت صفحات قلبمون رو ورق زدن. خب این دفتر خاطرات این ورق زدم. دیدی اینجوریه. دوباره خب این چیه ببینیم اول چی به چی. که خوشحالم که میشنوم سعی میکنی مثبت بمانی و به یاد داشته باش اگر به چیزی نیاز داشته باشی همیشه اینجا هستم تا به تو کمک کنم. میدانی تو تنها کسی نیستی که از نبود هیناکو ناراحت است. اگر ما دو نفر هم میتوانستیم دور هم جمع شویم میتوانستیم این دردی رو که مانند سرمای زمستان گزنده است تسکین دهیم. اون سرمای زمستان دو نفر و سپس مطمئنا بهار از راه خواهد رسید و با شکوفه های گیلاس به ما خوش آمد خواهد تا پیوندمان را جشن بگیریم. و شکوفه های گیلاس و تنها و نمیدونم این داستان ها رو ببینیم چی جوری. گلدونه حالا که جشنش هم نمیکنه. اینم شکوفه و گلدون. شاید کلان همه رو باید خاموش کنی. فقط یه دونه شکوفه گیلاس بود. عجب. کلید سکن فلور هم گرفت دیگه اونجا. عجب. ژورنال هم آپدیت شد. در باز نشد آیا؟ ひな子はお友達といつまでも一緒にいたい？お姉ちゃんどこ？お友達は永遠じゃないのよ。彼らだっていつか必ずあなたを裏切る。あなたが裏切り者と呼ばれたように。お姉ちゃん。天秤にかける価値があるかどうか。しっかりと判断しなさい。それってどういう？ تو این اینقدر راحت در واقع چرا ما رو با اون پازل مسخره گیرن؟ عجب جالب بود. اوه اینجا هم که دادن 校舎内まで入ってきてる。 در با داغون کردن که در مورد این من چیزی ندیدم نوشته باشه. پازل چیزی نداره در موردش. نه جالبه. ما هم 2 تا کلید میخوایم که نداریم.
865 من یادم یه جا دیدم ببینم این هست. نه باید بریم یه سری نوتا رو برداریم دیگه از این برون بر تا این کلید رو بتونیم پیدا کنیم. خب اینجا که هیچ چیز خاصی نیست. یه چیزایی اینجا هست. بزنیم به یه فرسای که نمیخوام بریم توی السش رو بزنیم بریم بالا. اینجا هم چیزی نبود. اینا خیلی یه چیزی باز شد. سیصد و هفتاد و هفت لاکر کامبینیشن. 377. حالا تازه الان بریم پایین داستان شروع میشه. اوه گیت باش و بریم. وای 377 با همینه دیگه. 間違えたか Open the locker in the locker رو. خب همونجا هم دیگه چرا نشد؟ آها این آیو تاکوشی بودش دیگه. تو متنا 401 هم بود. آره بیشرف. لاکر رو پیدا کردیم. اوپن لاکر این لاکر رو پیدا کردیم که خب اینو کلید میخواده. دوباره برم تو برنامه.
اینجاست دیگه. جمع دوباره باید بیا لاکر رو دهن تو سایده 暗号のメモか。まだまだ子供だな。اوه پشمان پشمان بود خدایی چی؟ تی این باید 377 یه 377 باشیم دستمون بالاخره 377 با این قرون ای خدا きっと役に立つ。 این کموده که آساکورا نمیدونم چی خب ببینیم که توی این ژورنالمون آساکورا خب اون باید این پازل رو حل کنیم 4 تقسیم بر 5 برابر 3 ششم بعد بیاریم پایین بذار من اینو حل کنم یه دقیقه ببینم داستانش چی میشه این رو خودتون باید حساب کتاب کنید دیگه 505 میشه خب دیگه چیز خاصی نداره بریم توی یه سر بریم کابینت رو ببینیم بالاخره ما میتونیم باز کنیم اسیر شدیم وای ای پدر اوه همه‌شون اومدن برو برو باز کن بابا کی تو the back mountain بالاخره بیاد پیش اون اونا رفتن لافت رکوندن و حالا باید برگردیم پیش اون کجا اینجا اوه. درست زیاده 奈良さん、 خب 私と二人で新しい宇宙戦争を始めようよ。柊君が望むなら相棒の役でも悪の女幹部の役でもいいんだよ。鍵見つけたぞ。おかえり面倒をかけたな相棒も休めよ چه نگاه عاقلانه در صفحه‌ای بهش کرد 休みなよ。
私とシュウ君で根津の番をしててあげるから。いや、私は本当に大丈夫。ひなこ、休めよ。あとは俺たちが見張っておくから。おやすみ、ひなこ。でもさ、シュウ君もああいうの好きでしょ。興味ねえよ。این هم هستیم. پس فهمیدی رمزها رو چجوری داریم دیگه. همه اون کاغذها رو باید بگیریم، دونه دونه اونا رو بذارین، جایگزینی کنین تا بتونین رمزها رو داریم. من دیگه با تو زیر قیمت اونا رو نذاشتم. 魂を奪われた私だ。今度は私が君の魂を救い、古き君の命を奪おう。آنها دوباره رو با فیس اومد. 無理しなくていい。まだ休んでいるといい。 یکم به مثل یونیت رست. نیاز به استراحت داری ولی همش همین کارا رو انجام میدی. 起きられます。 جالبه. 清めの水が少し強すぎたのかもしれない。君は思った以上に繊細で敏感なようだ。でもよく頑張ったね、みなこ。さあ、先に進もう。 چی میگه؟ فضولی؟ خب هنوز دارم میاد. خسته شدیم. خب اینجا تموم میکنیم بازی رو، میریم واسه پارت 7. مواظب خودتون باشین. لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره. فداتون.